سلام رفقا. اگه دنبال یه سری فکت علمی عجیب و خفن میگردی که مغزتو منفجر کنه، دقیقاً جای درستی اومدی. بزن بریم با 7 فکت علمی شگفت‌انگیز که احتمالاً هیچ جا نشنیدی. فکت اول، میدونستی صبحها قدت بلندتر از شبه؟ در طول روز ستون فقراتت به خاطر جاذبه کمی فشرده میشه، ولی شب موقع خواب دوباره باز میشه. یعنی اگه صبح و شب قدتو اندازه بگیری ممکنه تا 1.5 سانتیمتر فرق کنه. فکت دوم، اختاپوس 3 تا قلب داره. 2 تا قلب خون رو به آبشوشا میفرستن و سومی به بقیه بدن. ولی عجیبتر اینجاست، موقع شنا کردن اون قلب سوم از کار میفته. یعنی اختاپوس وقت ورزش قلبشو خاموش میکنه. دیوونه کننده است. فکت سوم، 99% از بدن تو از عناصری تشکیل شده که توی ستاره‌های مرده ساخته شدن. یعنی ما واقعاً از جنس ستاره ها هستیم. تو یه ستاره‌ای، فقط فعلا نور نداری. فکت چهارم، باورت میشه انسان و موز 60% دی ان ای مشترک دارن. یعنی ژنتیکی به یه موز نزدیکتری تا چیزی که فکر میکنی. از این به بعد وقتی موز میخوری یه لبخند بزن، شاید فامیلت باشه. فکت پنجم، یه زن تو نروژ با دمای بدن 13.7 درجه سانتیگراد یخ زده بود، ولی بعد از 6 ساعت احیا زنده موند. بدن انسان بعضی وقتا رسما جادو میکنه. فکت ششم، زمین تنها سیاره‌ایه که صفحات تکتونیکی فعال داره. همین حرکت‌های زیر زمین باعث میشه قاره‌ها جدا بشن، کوه‌ها شکل بگیرن و زلزله بیاد. فکت هفتم، فیل‌ها وقتی یکی از خودشونو از دست میدن واقعاً عزاداری میکنن. کنار جسدش میمونن، لمسش میکنن، گاهی حتی با صداهای خاص ودا میکنن. این موجودات غول‌پیکر احساساتی تر از چیزی هن که فکر میکنی. اگه از این فکت‌ها حال کردی، لایک و کامنت یادت نره. حتما بنویس کدومش برات عجیبتر بود.